یه ویدیو دیگه و یه ویدیو جالب. امروز قراره که بریم بخش لیگو در ای فوتبال بازی کنیم. قبل از همه چی لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله بغلش هم بزنید تا هر وقت من ویدیو میذارم با خبر شوید. Let's do this. Let's go. بعد بچه ها این بخش رو میخوام الان بازی کنیم. این بخش الان دوره خط کشیدن و ترکیب هم بهتون نشون میدم. خب بزن بریم. خب بچه این ترکیب منه. ای بیچیزش بگی من یه تغییر ایجاد بدم، اینو جای این بیارم. خب و اینو بیارم جلو، اینو یه پله بره و تبدیل به CMF بشه دیگه. نظرم صلاح بیارم جای یامال. فعلا نیمه دوم شاید یامال آوردن تو کجا معلوم، هیچ چیزی معلوم نیست. حالا همینطور که میبینین در زبانم ایکر کاسیاس دفاع وسط که یکم میره سمت راست، مایل به سمت راست هم نستا رایکاردو دارم، نیمار، آرنولد، صلاح، الساندرو دل پیرو، وینیسیوس، رونالدو و لیونل آندرس مسی با ورال 102. اینم جزو اون یک تعویضیامه. تعویضی که نمیشه گفت، نه اسمش چیه. اینم تعویضیامه. یه نیمه دوم دستی به ترکیبم بکشیم. این بچه بریم رو حالت پروفشنال بازی رو بریم، چون من خودم همیشه رو حالت پروفشنال میرم، چون حالا یه خورده ضعیفم، فقط ترکیب ریز کردم. ولی خب حالا یه خورده حالا قوی هم دیگه، یکم ضعیفم. خب یکم دفاعی بشینم ترکیبه جایی که نرسه به آربی. بر ایشون هم اینجا باشه، دل پیرو یکم بیاد عقب، صلاح اینجا، بینه یکم بزن تو تا جایی که بس نره. بعد اینجا اینم اینطوری. این شو هم میزن ترکیب من. بریم بازی رو انجام بدیم. چون بخش من صدا میگیم گرفت از همطور که میبینید ساعت 2:44 بامداد، همون صبح یا شب، نمیدونم شما چی میگین، همونه، هم بامداد بگیم بهتره. بریم. قبل از این ویدیو، همین امروز، همین چند ساعت پیش ویدیو هم گذاشتم، بریم اونم ببینید. سعی کن نخندیه. قبل از همین ویدیو بریم ببینیدش. رونالدو پاسش برای مسی نرسید. نیمار دل پیرو را میندازه. آرنولد میزنه شوتشو. آی آرنولد نفرم کورنر شد. نمیدونم. خب این فوتبال که ایجی کیفیت هم چرا باید لایک بزنه. خب کورنر شد. من به دل پیرو میخوام بیلیت کرلر بزنم اگر بشه. این دل پیرو، این بیلیتسش، دل پیرو میزنه و گور شد. پشمام چه بیلیتسی زد. یه بار دیگه نشون بده. این چه خوشحالیه. سرزنم رفت. با کنیم بیه بیلیت کرلره. حالا یکم نزدیک بود، راحت میتونستم از دورم اینو گلش کنم. نه خیلی بیلیت کرلره. خوبیه. نکنیم بیلیت کرلر زد. همونطور که گفتم عذر میخوام به خاطر صدام. خوابم میاد. ساعت 3 گفتم
چرا که نه، اونایی که عین من بیدارن من ویدیو رو ببینن و حال کنم. گفتم که چرا که نه، یکم حالا اینکه سرگرم بشم، این فوتبال بازی کنم. حالا حق نیدم چه سیوی کرد. کاسیاس پاس برای رونالدو. رونالدو خیلی لگه بازی، خیلی دار لگ میزنه. وای بگیرش، خیلی لگ داره میزنه، پشمم ریخته اصلا. فوج پاسکارشون قویه ها. اونشا این مسی و رونالدو بزن همه رو تک زد. رونالدو چه گل زیر طاقه زیبایی زد، نگاه کنیم. کریستیانو پاس عالی مسی و فرار عالی کریس. پاس همطور که گفتم ناگهان پاس پشت مدافعینه. رونالدو این بچه ها دارم میمیرم از خواب، در ند بهتون توضیح بدم، فکر کنم دیگه خودتون بفهمید. ساعت 3 صبح ایسکو برای گوت آنتونی و بگیر رایکارد رو دیریم زد آجی. آرنولد چرا من سمت چپ وینی باید بگیره. باز برای آدریان. رودریگز به اون برمیرسون برای دوباره خود خامس رودریگز. نه بخشید نه چیچی رودریگز بود، خامس رودریگز. نه چیچی رودریگز بود، رودریگزش رو فهمیدم. آنتونی رایکارد دیریب دو طرفه زد. آنتونی میرفت یه گلو بزنه. کاسیاس واسش بر رایکارد. آزم میخوام وینی بده. دل پیرو مینداختی. بگیر اینو، بگیرش. نیمار برو. وینی برو. وینی بکش همونو. وینی با پای چپ سانت بزن. مسی چه لگی زد. صفحه پرید یه لحظه قشنگ برام. من شما دیده باشین عشان دیم صفحه پرید برام. 3 تاشو زن، هر 3 تاش تو چارچوب بوده، یه دونه رو زور سیف کرده. مسی برای رونالدو برای نیمار برای وینی رو راه میندازه. از همین اول ضد حمله شروع شد. وینی و بسانت. وینی چی بود آخه این وینی؟ خیلی بد دادی واسه دل پیرو. بگیرشون. دل پیرو رونالدو هم بگیر. آرنولد گرفتی شو. آرنولد گرفتی شو. آرنولد بگیر. نیمار. نیمار بده سری. نیمار داشت خراب میکردی. بده رونالدو. نیمار برای خود رونالدو بقب. وینی دل پیرو بیلیتسشو میزنه. یه دفعه دوباره چه لگی زد. رو حالت پروفشنال 3 تا گل زدن. خودتون رو تنظیم کردن. دیدین که این سطحش آسون بود، بیگینر بود. خودتون دیدین دیگه. مستقیم رفتن تو بازی. 2 تا بیلیت سکرلر زده.
هر دوتاش هم همون بازی کن، یعنی دل پیرو. دوتا بیلیت کرلرم مشتی. آروم باش، ساعت 3 صبح همه همسایه خوابن. رایگارد ایسکو ابوالفضلی گفتم کاسیاس گله رو خورد. چه خوب کردم اینو گرفتم. یادتون باشه همون شانس رایگانه بود، همش سوپر پیک بود، از اون در آوردم کاسیاس رو که واقعا الان ازش خیلی راضیم، چون واقعا در زبان خوبی ها تو اکثر موقعیت ها واقعا گفت نجات هم داده. یکیشو که همین خودتون خوبا دیدین، خودتون شاهد بودین. آرنولد بده عقب. رایکارد دل پیرو محکم، وینی پاسیتو محکم بده. نیمار سانش رو بزن، حال بزن رونالدو کرنه. اگه شد میخوام با دل پیرو همین الان اگه شد یه بیلیت دیگه بزنم هتریک کنم با دل پیرو. دل پیرو وای من پشت من چیز کرد اصلا چیه فشار وردن اصلا. وای کاسیس بیا جلو کاسیس بیا جلو. شانس آوردم، میرفت کاتشو بده. میخوای کاسیاس رو کات دار بزنی که اونم گل بشه. هرچند گل میشد اگه کم ارتفاعش پایین تر بود. کاسیاس بکش زیر تو، عالی کشیدی. رودریگز میکشه و میفرسته به عقب برای آدریان. دور خود رودریگز، اون یکی رودریگز و رامین ریکاردو. رودریگز برای ایسکو به جلوتر. رایکارد توپو میگیره. رایکارد برای محمد سلا اشتباه. رونالدو وای نتونستش. سلا هم کاتشو داد ولی نشد. از همونجا هم کات وای نشد. دفاع اجازه نداد کات بده مسی، چون قصد بود با مسی کاتش بدم. رایکارد به پاس چی پوسیدا. سلا بگیر، سلا محکم کاتشو بده. سلا رونالدو وای بگیره یکی تو لعنتی. آرنولد چهار داریم میکنین. وای هم نیمار بزن، نیمار بده. وینی برو، وینی بده. رونالدو برو، رونالدو محکم. رونالدو و گل 4 تایی میکنیم حریف رو به سطح پروفشنال. بابا به نگاه کنیم بوم با پای راست شلیک کرد. قشنگ شوت نکرده، شلیک کرد و تمام. اینم از تو پایان بازی. برتری 4-0 من بدون سانسور گذاشتم. کل بازی یه سره، به خاطر همین یه دست شد که طولانی نشه. خب بچه مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب باز هم میگم یادتون نره تا ویدیو بعد. فعلا